باشه دایی جان الان میام. باش داییم بود همون که ارثتانو بالا کشید. تو دایی دیدی ارث بالا نکشه کلا؟ نه فقط نمیدونم چرا انقدر مهربون بود. میگفت بیا مغازه دلم برات تنگ شده. خب پس بلنش فروشگارش می‌کنی؟ اینا همه حق نمو بوده. زمینا با بزرگم همه رو بالا کشید. آخ اینا اومد. دایی همیه؟ سلام دایی جون خوش اومدی. بیا فرار نکن. کاری نداری بیا. مطمئنی داییته؟ قربون خواهرزاده خوشتیپم برم. این تا دیروز میگفت شلوار پاره میپوشی آبرو ما رو تو فامیل بردی. حالا داره میگه خوشتی. بس چی شده دایی چی میخوای؟ چیزی نشده قربونت برم دلم برات تنگ شده. بیا بریم. این هرچی هست نمیدونم اهلش که نبوده ولی خب بازارها خرابه. ممکنه دایی کج بشین راست بگو چی میخوای؟ چیزی نشده دایی جان دیگه. من برم 2 پرس کوبیده برات بگیرم بیام. کوبیده؟ بلند شو تقدیر فروشگاه رو بهت نشون بدم. اینجا بعد مال ما بوده. الان بلند شو. فروشگاه اش می‌کنی اینجا بدون پیش پرداخت، بدون ضامن، بدون چک تا 24 ماه اقساط میتونی 0 تا 100 جایزه رو یک جا از یک جا بخری. از لوازم خونگی، یخچال، لباسشویی و تلویزیون و فرش و مبل بگیر تا لوازم آشپزخونه. هر چی که فکر کنی دارن. دایی جان غذاتی که خوردی این فرشار یه دست برسون ماشین پایین منتظره. اینو گفتم یه هرچی هست همون قزار هم رو از خانه آورد. دیدی؟ حلال زاده به داییش میره دیگه. فرار نکن بیا بریم. چقدر زونه جنی دست من نگیر برو بمیر